سرمتخصص بخش کار با جوانان و ورزش نوی شهرستان. مراجعت من بر خوینان ملت و وطن فروش. من طولی چند روز است که نوارهایی که طریق شبکه‌های اینترنتی پهن نموده ایستاده اید به واسه غضب انسان می آید. من همچون شهروند آزاد فکری همین دولت نسبت شما چون گفتنیم. ای خوینان، تاجیکستان گرچند تاریخ بسیار سالی کهن داشته باشد هم، لیکن از همون اولاد سامانیان تا این جانب یگان خوینان به مثل شمایان نبرآمده بود. شمایان هزارها پیشروی، هزارها ترقیات ها رو نمیگویتون، ولی یک کمبودی ناچیزی که شده گذشته باشد به مثل زنهای کوچه‌نشین اغوا میکنیدون و غیبت میکنیدون. شمایان خوینان قدر وطن چی دانید؟ حیف آن زبانه که با این زبان مادری تاجیکی حرف میزنید. شما با این کرداری که در آلمان انجام دادید بار دیگر اثبات نمودید که شما وطن گدا و عاقل وطن هستید.